شده. ما چی جنایت کردیم؟ من 4 سال شد بگم که یک فکت بیاره که من زمین تاجیکستان فروختم، بودجه تاجیکستان پول گرفتم کردم، بانک قرض دارم، یا دلیل بیاره یا که من چی خیانت کردم یا دلیل خائنی من بروره، بعد بروره بگه که تو خائنی. یک انسانی که برده اکش 30 سال زندان کرده، زمیناش نگرفته، نمیدونم زندگیش نداده در تاجیکستان، امروز ما میبریم من خائن میگه. شما هم اصلا بس فکر بکنه که خائن کیه؟ خائن رحمانوف خائن که سرزمین تاجیکستان فروختگیه. خائن رحمانوف که امروز سویت نداده است، مردم امروز میمره. این خیانته. خیانت این است که 4 برادر اگر برن در یک شبکه اجتماعی هم فکر شوند، در حال حکومت میگیره اکستریمیست یا که تروریست اعلان میکنه. شما دیگه کار نداره. با این طرز کارتوکو شما پیش نمیری. حکومت شما کمبدی مردم ابوده که ما کپ نیاویم بزنیم. شما سویت بتی مردم، شما مردم مهاجرت ببری در تاجیکستان جای کار کنی، مردم گپ زنی نمونه. نه انا که الماس دقیقه برادر، اگر همین حکومت ساز باشه، همین حکومت سویت بتی جای کار باشه، من احمقم میام 10,000 کیلومتر پناهجو میشم و همینجا زندگی میکنم. که آدمی که ای پدر دور، ای مادر دور، ای یار دوستا دور، می اومدن در جایی که یگان تاجیک نیست. با پیش یا تاجیک رفتن نمیتونم 500 کیلومتر 800 کیلومتر میره که یا تاجیک ببینی. یعنی برنامه مشکل این برادرها رو من میبینم. المازون اکم یعنی سوال که جواب بتونم. مقصد این تقدیر الهی یکی بغرض پروردگاری را یگون کس نمیدونه. اگه مقصد نه 10 میلیون آدم ایمینه که 6 آدم باید نمبره کجا دا باید میمورد یا 2 میلیون میمورد خیلی کس گناهگار کده میشی. تقدیر الهی ای پروردگار ای پروردگار در یگون چیزی نیست، ای پروردگار در یگون چیزی دانا و بیناس نیست بچه. مثلا اونا در ناحیه دوردست نبودن، اونا در دوشنبه بودن، اونجا باید اگر همونو اگر سویت می داشتن به همه حال نمی اومد یا کمر در خونشون علاوه نمیکردن، صندلی نمی اومدن، نمیگذاشتن. نه گپش مرا معصوم که همون عائله زنده در اون خونه خطی باباش زندگی خوب بوده، اینوش در خونه خوب بوده، اینا همش مردیان و یک تایی در خونه دیگری خوب بوده نمرده. اگر سویت می بود حضور احمد پدرتا، حضور احمد پدرتا برای ما این سوال نمیشید که ما حکومتدارا را سوال بتیم. اگر سوید میشید، اگر به شرط سوید میشید اتپلینشو کار میکردن، اگر به شرط بازم همین کمرم که الان میکردن، برای ما یگان فقط دلیل نبود، برای ما یگان سخن نبود که ما همین گناهگار کنیم امام مهدی رحمانه. و یا از سببی به سویتی کمر علاق کردگیان فهمیدی برای هم قمردگیان اینجا جنایت، اینجا عمل تروریستی تیم باله در شهر، در درون شهر شدگیان. نه اصلا مقصد نه ای اکی رای نه تروریست کشتای نه داشت نه رئیسی شهر جنوبی اولی کشتای امام علی رحمت تروریست تقدیر الهی ما پروردگار مقصد یگان که زور نیست ایره پروردگار در کار شد همه بنده ها شجان شگیری. این همی جدت دیده سی که در مسجد نماز خونده سای، این همی در همه یوتیوب بزد تماشا که قاری قرائت کرده سای پروردگار جان شمه گیره. او در رحمانوف گناهگار آیا که پروردگار خودش جان شگیری از روی لرایی کرد گفته که برای میرد او آدمی که زهر علوم میشن بس الماس ولی بس یا سوالت میتیم الماس ولی بس فایزلو همین بگیم برادری تو میرود در سویتافور سرخای میسته در همین چهارراه دوشنبه سویتافور سرخای میسته که سویتافور ساوس شود. سویتافور ساوس شود میگم که بخواهم که بگذارن راه که یا ماشین با سرعت بلند میزنه. همینجا همو گناهگار همو وادی تلا گناهگار میکنیم یا نکنیم؟
همو وعدی تل گناهگار هسته یا نه هوای تو میگو که قضای الهی بوده است همین برادر مرد مایل پناهش به خدا یا که همو جنایتکار همو شوفیری که اومد در کراس نسبت قانون ویران کرد برادری تر زد به سود میسپوریش نه اورا کنشنا به سود میسپورمش نه که آره همین همین با مانند هوای اگر سوید میشید که ما گم نزده نمیتونستیم با میگومد که از ببرقی اینها مجبور شدن که قوه چی کنن انگیش علاو کنن فهمیدی یا نه معنی گپ که فهمیدی اینجا تغییر بود اینجا باید که اینها فقط چوب بود گوش که اینجا فقط چوب بود شید اینها باید که سفر میکردن از این دنیا لیکن سببهاش عاملاش برای چی همینا از دنیا گذشتن سبب انا مهم ایه فهمیدی تو وقتی که خود تیار نیستی که برای برادر تا بگو که تقدیر الهی بود و از گناه همو ودیت همو شوفیار بگذاری چرا که مردم ما از گناه امام علی رحمان میگذشتیم نه من همی در کی مقصد خیلی همی چی با همی 1000 میلیون آدم هم جدن 10 میلیون آدم چخیلی چی با همونجا طول کشش آدم مرده که همون قدشنبه در ایستادگی آدمو یکش نمور دیگه برای که تقدیر الهی شید یک نفرم تو یک نفرم انسان در جامعه ما اگر یک کسان که مر باید که برای همه بخیزه تو نگاه میکنی که قریب 100,000 آدم بمره بعد میگو که امام علی رحمان گناهگار است تو چی شدی یا من من سخنده یا من سخنده گوش کن فایزلو من گوش کن فایزلو من گوش کن همین یا تاش بوده یا تاش نه سوال تا جواب میتون با من گوش کن واقعا ها فهمیدم خب وقت کمی این همی تو قطعی همی آودلو قطعی ایدیگل قطعی اونو آیوبی بوتیلکا شش کس نه سه کس نه اگر هم دست توجیکستان ایروی بیزنسی سویت بیزنسی همه دیکتاتور ایروی نفسی همه امام تروریست اگر بوی دودی کمر دا مرن کو شما باری خدا میکنی برای چی که همه خدا هم یک من گوش کو تو حالی من آواز شگاز بجو حالی پالاردوار همه دست نداره یک برای شپلو قطعی زمانتا همه استاس همه زمانتا که او چند بعد میفهمی که وقتی که فرزندای تو الهی کم همه خیشوا اومی نویسونه مردم در بوی دودی کمر ایروی بیزنس همه دیکتاتور دخنلی این همه مردن آنامو چه برو گازنگو که تقدیر الهی بدای حوزرش ده شوایجه خیلی همه آدلو بوم بره به همرسونا زن تنه برن تراجوش میکنی زن تا بگو تقدیر نصیب بده اکای دیگلا خواهد تبا تای پای ایدیگل در پرتا گو تقدیر نصیب بود بوده ایدیگل بوده برومد شرمنده ها برومده تقدیری نصیب ای بی خدا چه ایجاد ایمون تروریست الکتریک بیزنس کنن شرم نمیداری پیروای فیراون یعنی خم رفتن سیاد بخی او سالمون چی میگه چیزی مرغان این همیشه در برومده همین خم آودلوش لسیده برومده با من میگم برای چی برومده آودلوش لسیده این هم پیرو همون فیراون بده اره کهی که فرزند تومون ایرو این همی بیزنس این همی دیکتاتور با بگو که تقدیر نصیب بوشته بده حاضرش اینامی دیگه کس نبرو گم نزن اینامی او خانواده نبرو گم نزن فهمیدی؟ بلش ری نرای یکی خود نری یکی عبدالله همه آیا صوته کنلسوی دیکتاتور شما را زباناتون همه بران اگر گفی روز گفت زنی ای اپا را گوش کوکی همی یگون گفی گنده نزده تو می بروی اقرات میکنی ما همه تونیم اقرات نیم همی ای به خدا من گوش کن ای به خدا شما چی با شما خدا را نمیشناسه شما یک جناب یک الکش جناب گرفته در پیش متحجده میکنه شما خدا را فراموش کردگی نخواه طفلای بیگناه ای بوی دودی کمر ای بسیویتی هم مرزیان خدا نمیگه بغض شما میگه باری خدای آخه شما مرخه او میگن گوش کن منه دو رقم لیخچی جید میگن این همی شما چوب پولوسه اون همی خیلیه
فهمیدی؟ شما دیوانه‌ای ما چوپلوسا میگن شما دیوانه‌ای محمد امین آقای گل شما ما چوپلوس میگه ما شما